یکی از غذاهای خوشمزه ایرانی کباب سرداشیه که همه دنیای عزیزمون این کباب رو به خوبی درست میکنن و همیشه در قدیم و حتی الان پذیرایی از مهموناشون با این کباب خوشمزه است. امشب میخوایم این کباب رو درست کنیم. به به به، ببینید با یک کته خوشمزه. واقعا غذاهای ایرانی هر کدوم خوشمزه تر از اون یکی و لذیذتر از اون یکی، اصلا نمیشه گفت کدومشون بهتره. تمام شهرهای ایران عزیزمون غذاهاشون خوشمزه و عالی‌ان. سلام دوستان، من مریم امیری هستم. به مدرسه آشپزی خودتون خوش اومدید. دیشب داشتم فکر میکردم که اصلا هیچ غذایی یا هیچ آموزشی از شهر همدان نداریم. به این فکر افتادم که امروز کباب سرداشی همدونی رو با هم درست کنیم. خب اول از همه 2 سیب زمینی داریم که البته سیب زمینی هایی که ما امروز داشتیم خیلی درشت بودن، یعنی یه دونه خودش دیگه یه دونه گذاشتیم به جای 2 سیب زمینیمون. معمولا این 2 سیب زمینی رو یه دونه‌شو ما استفاده میکنیم برای داخل مواد و یه دونش هم استفاده میشه برای روی موادمون، در حقیقت روی غذامون. حالا من پوست میکنم چون یه دونه سیب زمینیه، نصفش رو رنده میکنم، نصفش هم میذارم برای روی کارمون که حالا بهتون نشون میدم. یه دونه از سیب زمینی ها رو و برای من نصف این سیب زمینی بزرگ رو برش میزنیم، یعنی اسلایس میکنیم. اسلایس هامون باید ضخامت اینها رو ببینید. من قشنگ اینها رو بهتون نشون بدم چون این خیلی مهمه. ضخامت اسلایس ها باید 0.5 سانتیمتر باشه. به همین صورت اینا رو میذارم کنار و یه دونه دیگه از سیب زمینی ها رو باید که رنده کنیم. با رنده ریز رندش میکنیم. ببینید ما یه رنده درشت داریم که کلن برای حالا یه سری کار مختلف استفاده میشه. این رنده ریز رو لازم داریم. یه مدل رنده داریم که از این خیلی ریزتره که فقط برای حالت زست و برای اینها استفاده میشه. پس با این رنده من این سیب زمینی الان باید رنده کنم. سیب زمینی ها رو میذارم کنار، اونم رنده شد و حالا باید یه دونه پیاز رو هم رنده کنیم. برای رنده کردن پیاز من همیشه این قسمت ریشه پیاز رو نگه میدارم که کمک میکنه که در حقیقت این لایه های پیاز از هم جدا نشن و رنده کردن رو راحت تر میکنه. همیشه پیاز رو قبل از این که بخواید پوست بکنید بشورید که دیگه بعد از پوست کندن دیگه نیازی به شستن نباشه، راحت بتونید رندش کنید. خب بعد از اینکه سیب زمینی و پیاز رو رنده کردید، حالا موقع اضافه کردن گوشته. بعضی از دوستان ما ترجیح میدن که آب سیب زمینی و پیاز رو بگیرن و جدا کنن. ببینید دوستان، این غذا باید داخل فر پخته بشه. اگر فر شما قشنگ داغ و حرارت بالا داره، به نظر من نیاز نیست که آب سیب زمینی و پیاز رو بگیریم، چون اصلا در قدیم هم آبش رو نمی گرفتن و توی تنور با حرارت بالا این آب سریع تبخیر میشد. من ترجیح میدم آب پیاز و سیب زمینی بمونه چون باعث خوشمزه تر شدن غذامون میشه. خب این رو گوشت رو بهش اضافه کردم. بعد از اینکه گوشت رو بهش اضافه کردم، حالا میام ادویه ها رو هم اضافه میکنم و بعد شروع میکنم به مخلوط کردن و ورز دادن. ادویه هایی که داریم و استفاده میکنیم، اول از همه نمکه که تقریبا پای ثابت تمام غذاها و ادویه هاست. بعد یک کم بهش فلفل سیاه میزنم و یک کمی بهش فلفل پول بیبر. پول بیبر یه فلفل ترکیه که خیلی طعم اینو خوب میکنه. اگر نداشتید مثلا مسئله ای نیست، نزنید. و تقریبا به اندازه 1 قاشق هم سماق که این سماق هم باز دیگه به قول معروف تیر آخر رو میزنه و حسابی خوشمزش میکنه. خب حالا این مواد رو با هم به این صورت مخلوط میکنم. ببینید با وجود اینکه من آب سیب زمینی و پیاز رو نگرفتم، ولی ببینید آب
اصلا نیست و اون آب پیاز وقتی جدا نمیشه و به خورد گوشت میره خیلی خیلی این رو خوشمزه تر میکنه. برز دادن خیلی زیاد لازم نداریم، همین که یه حدود 2-3 دقیقه به این حالت که یه مقدار موادتون چسبندگی پیدا بکنه کافیه و خوب مخلوط بشه. ببینین این شد چسبندگی موادمون، آماده است مواد برای رفتن داخل تابه و پخت. اما قبلش ما باید یه سوسی رو درست بکنیم. ببینین من میخوام توی اینا درستشون بکنم، توی این ظرفا، چون مدل سنتیش هم همینه. یه مقدار کره داریم، کره رو میریزم داخل ظرف همراه با روبی که داریم بهش اضافه میکنم، اینو میذارم روی حرارت. اینو که گذاشتیم رو حرارت در حدی که فقط و فقط کره ذوب بشه بهش حرارت میدیم. حالا الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم زمستونه و اتفاقا جاتون خالی، تهران چند روزی حسابی سرد شده، ولی اگر تابستون باشه یا هوا زیاد سرد نباشه و این کره تو دمای محیطی کوچولو نرم بشه دیگه نیازی به حرارت دادن هم نداره. خیلی خوب، من خاموشش کردم و برش میدارم و میارم اینجا. کاملا این کره و روبو با هم دیگه مخلوط میکنیم. این سوسی که من دارم درست میکنم و بعضی از مناطق کباب سرداشی رو با این سس درست میکنن، ولی بعضی از مناطق هم نه بدون سس. ولی تجربه شخصی خودم اینه که با سس خیلی خوشمزه تر میشه و بهتر. خب وقتی کره و روب با هم مخلوط شدن، بعد تقریبا میام نصف این کره و روب رو جدا میکنم و داخل یه ظرف قرارش میدم. خب بقیهش هم بمونه. بقیه رو به طور یک نواخت پخشش میکنم کف ظرف و حالا این گوشتی رو که آماده کرده بودم با بقیه مواد روش میذارم. کاملا این رو با دست فشار میدم و پهنش میکنم، این بغلا رو هم خوب بگیره. ببینید لبه ها رو قشنگ منظم کنید و بعد وقتی که کامل این رو ما منظمش کردیم، حالا یه مقدار از این سس رو روش میریزم و باز کامل اینو به این صورت روش بمالید و پخشش کنید. یعنی واقعا یکی از لذیذترین غذاهای ایرانیه میتونم بگم و غذای ساده ای هم هست. حالا اینو مثلا من میخوام درست کنم واقعا نیم ساعته آماده میشه. الان چون خیلی میخوام همه این نکاتش رو بگم چیزی از قلم نیفته و اینها یه ذره طولانی میشه. خیلی خوب، حالا میریم سراغ مرحله بعدمون که آماده کردن سیب زمینی ها رو که البته آماده کردیم. توی این مرحله میایم سیب زمینی هامونو میچینیم روش. اینو میذارم اینجا. چون من روی سیب زمینی ها نمک نزدم، یه ذره نمک روی سیب زمینی میریزم، خیلی نه، چون موادمون که نمک داره، فقط یه ذره روی سیب زمینی ها نمک میریزم. و گوجه رو هم حلقه میکنیم. پوست گوجه رو نگیرید تا اون حالت انسجامش باقی بمونه. گوجه هم همونطور باید حلقه های نیم سانتی بشه. و روی هر سیب زمینی حالا گوجه رو هم ما قرار میدیم. به به. خب یه مقدار از بقیه سوسی رو که داریم دوباره هم میتونید روی گوجه بریزید، میتونید روی سیب زمینی بریزید. کمک میکنه که گوجه و سیب زمینیمون هم قشنگ مزه‌دار بشه. خب و مرحله آخرش گذاشتن این فلفلای خوشگل و خوشمزه روی غذاتونه. اگر که فکر میکنیم فلفلایی که دارین خیلی تندن، تعداد کمتری بذارید، ولی اگر که احساس میکنین که تندی زیادی ندارن، میتونین تعداد بیشتر بذارید.
یه کمی این لبه های ظرف رو من با یه دستمال پاک بکنم، چون اینا وقتی میره داخل فر اگر پاک نشه حالت سوخته ایجاد میکنه، بوی بد ایجاد میکنه و اون مدلی میشه که هر کی میاد خونه میگه یه چیزی داره میسوزه، در صورتی که اینطوری نیست. خب اینو قشنگ تمیزش کردم و باید روی این ظرف رو فویل بکشیم و بذاریم داخل فر. از اونجایی که استفاده از فویل توی دمای بالا کار درستی نیست و از لحاظ بهداشتی برای سلامتی شما ما همه آدم ها ضرر داره، من از فویل استفاده نمی کنم. میام از همین ظرف یه دونه به این صورت روش میذارم، یا اینکه شما مثلا یه در قابلمه میتونید روش بذارید، یا حالا به هر صورت حتما باید روش پوشیده بشه، چون اگر اینو ما بدون در پوش بذاریم داخل فر بلا فاصله آبش تبخیر میشه و این آماده میشه، یعنی باید از فر بیاریمش بیرون در صورتی که هنوز پخت گوشت کامل نشده، سیب زمینی ها هنوز سفتن. ولی وقتی در اینو میذارم با آب گوجه و در حقیقت خود اون آب پیاز و سیب زمینی اینها که داخلش هست آروم آروم یه پخت کامل و خیلی خوب رو خواهیم داشت. پس به همین صورت میره داخل فر. اینو نگفتم، طبقه وسط فر دما حدود 200 درجه باشه و اواسط پخت یک بار میتونین درش رو بردارید و یه تست بکنید. میتونین با یه نوک چاقو بزنین توی سیب زمینی ها، اگر دیدین سیب زمینی نرم شده دیگه بدونید که آماده است. دادم بچه ها ببرم بذارن تو فر. از دم فر برگشت خورد، چون زعفرونش یادم رفت بود بریزم. البته زعفرون ضروری نیست، ولی خب یه ذره به این صورت زعفرون رو بچه کنید روش، خیلی هم خوشمزه تر و خوش رنگ تر میشه. دلم نیومد که این یه تیکه رو بهتون نشون ندم. خب بره تو فر. خب کباب سرداشی خوشمزمون آماده شد، یه کته هم گذاشتیم دیگه. اینو برش بزنیم و سروش بکنیم. امیدوارم دوست داشته باشین این کباب خوشمزه رو شما هم درست کنین، لذت ببرید و نوش جونتون باشه.